خب شما رو به یک از ویدیوهای دیگه از چینل تکنیک خوش آمدید میگم. امروز قرار است که برای شما یک ویدیوی دیگه جور کنم که شما چه رقم میتونید با آیپد یا که آیفونتان یک از اسکرین آیپد یا اینکه آیفونتان چه رقم یک ویدیو بگیرین که هم صدایتان بیه و هم که در اسکرین آیپد یا اینکه آیفون شما رو نشان بده. خب ادامهش را میبینیم با شما. خب شما رو خوش آمدید میگم دوباره و این ببینید شما الان که هست مثلا الان این صفحه چی تون هست، صفحه خودی صفحه استارتی چی هست، آیپد یا که آیفون هست. بعد میریم به سمت بالا، از طرف بالا این بالا را مثلا با پایین میکشیم. خب ببینید که اینجا و صفحه چی از همون چی صفحه گوشی یا که آیفون تون یا صفحه آیپد تون به طرف پایین میکشین. ببینید اینجا که هست الان که میبینیم میکروفون هست. قبل که الان میکروفون عین دازمد آلمانی است. خب میکروفون عین یعنی که میکروفون ما آن است، یعنی روشن است. خب بیرا باید رویش از اون بدین، رویش یک کلیک کنید که یا یک لمس کنید که چالان شده برای شما. خب و یکیش و دوم دیگه اول که باید فشار داده بگیرین که الان برای شما این همه چی رو باز میکنه که مثلا الان ویدیویی که قرار است که شما از اسکرین تان بگیرید چی رقم در کجا ذخیره شونه. بعد از اینکه ویدیو تمام شد در کجا ذخیره شونه، داخل فوتو، داخل جیمیل، داخل اینستاگرام و اینکه داخل زوم. اینا خب تصمیم دیگه به خود شما است دیگه. خب و دیگه اینکه هیچ رقمی عدد سرخ یا علامت سرخ که الان اینجا میبینید که مثلا درو میپره، خب این چه رقم شما به اینجا اضافه کنید. خب میره داخل چیتون تنظیماتتون، داخل تنظیمات که رفتید داخل اینجا میره داخل چی میرین به تنظیمات، داخل اینجا داخل کنترل سنتروم یا کنترل سنتر. بعد اینجا میبینید که دم اول ما رو اضافه کردیم، میشه رقم اضافه میکنیم، معلوم برای شما حذف میکنم. خب این رقم حذف میشه. خب این حذف میشه. الان شما میبینید برای شما این اضافه میکنم. خب رویش اینجا هست که روی علامتی اینجا که شما میبینید مثلا علامت منفی سرخ هست. خب و اینا کلشون در اینجا کلشون در اینجا دید دارن، کلشون در اونجا اضافه شده. و شما میخواید چیزی دیگر مثلا از این برنامه هایی که اینجا میبینید از اینا یکی دیگه اضافه کنید. خب روی از این علامت جمع اینجا میزنید. خب اینا میبینید که الان اینجا مثلا در بالا نشون داد و شما میتونید این رو فشرده بگیرید و جایش رو هم تغییر بدید. ببینید اینا رقم چه دمار که خود دل خودتون هسته میتونه قشنگ در اونجا ببرین. من این دم اول میبرم شه. خب این از این الان هم که بیم اینجا میبینید که در اینجا آمده، اینجا دید داره، قشنگ دیده میشه. و دیگه بله دیگه شما ویدیوهای بیشتر از چینل تکنیک بیننده باشین که در آینده ویدیوهای بیشتر و ویدیوهای جدید تکنیکی درباره آیفون، آیپد، اندروید بله و کامپیوتر و وبسایت های دیگری شما از این چینل خواهیم دید. و هر ویدیویی که شما را از هر ویدیویی که شما لذت بردید میتونید با یک لایکتون نشان بدید که لایک کنید، سابسکرایب کنید. خب مثلا در یوتیوب هسته که شما میتونید سابسکرایب کنید، همچنین در اینستاگرام میمونم و در اینستاگرام شما اگر مثلا که دیدین که یعنی کامل چی نشده، ویدیوی مختصر هسته و کامل نشده، بعد بقیه از این ویدیو رو شما میتونید در یوتیوب دنبال کنید. خب در آخر این رقم به شما بگم که از چینل تکنیک شما ویدیوهای بیشتر خواهیم در آینده دید. بیننده بود و چینل تکنیک رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و اگر پیشنهادات و چیزی دارین حتما در کامنت در اینستاگرام و یا اینکه در یوتیوب بنویسین. باز هم نظر به موضوع پیشنهادات شما اگر زیاد پیشنهاد هم رقم بودن، خب باز ما برای شما یک تو ویدیو برای شما خواهیم ساخت. خب فعلا تا ویدیوی دیگر بدرود.